محمد یوسف خولوف پسر عزت امون خبر داد که دادگاه عالی تاجیکستان 9 سال حکم زندان این حامی شناخته حقوق مهاجران تاجیک را به تغییر باقی گذاشت. دادگاه شهر دوشنبه روز 19 اکتبر عزت امون را در قلابی گناهکار دانست و به 9 سال زندان محکوم کرد. ولی نزدیکان این حامی حقوق حکم وی را خیلی سنگین و برای پرداخت نشده باقی ماندن همگی 232 سومانی ضرر از حق عفو محروم کردن عزت امون را ناعادلانه نامیده از دادگاه عالی بازبینی آن را تقاضا داشتند. بسیاری حکم عزت امون را سیاسی میشمارند و میگویند اکثر دعواهای قلابی به ضد او تشکیل شده به نظر میرسند. محمد یوسف خولوف روز 16 نوامبر به رادیوی آزادی گفت شکایت آنها در دادگاه عالی روز 16 نوامبر بدون حضور پدرش دایر شد. دادرس حکم را به تغییر گذاشت. وکیل مدافع گفت که دادگاه دوشنبه زیر حمایش را به دلیل به 9 سال زندان محکوم کرده است. در پاسخ گفتند که از وزارت کارهای داخلی معلوماتنامه بیارید که نسبت عزت امون پرونده دیگری کشوده شده است یا نه. گفته است پسر عزت امون حامی شناخته حقوق مهاجران تاجیک ماه مارس از شهروندی روسیه محروم گردانیده شده به طور مرموز از مسکو غیب زد. روز بعد وزارت کارهای داخلی تاجیکستان اعتراف کرد که عزت امون در دوشنبه بازداشت شده است و به قلابی عیبدار می شود. 19 اکتبر در حالی که انتظار می رفت عزت امون را بر اساس عفو آزاد کنند، دادگاه دوشنبه پرداخت نشدن 232 سومانی پول دعوای کسی را بهانه کرده او را از امکان عفو محروم و به 9 سال زندان محکوم کرد. این در حالی است که بنا به خبرها حالا در روسیه شکار آنهایی که در وقتش با عزت امون همکاری میکردند شروع شده است. مرکز تاجیکان شهر مسکو سازمانی که عزت امون تا استردادش به تاجیکستان رهبری میکرد تقریبا یک ماه باز از فعالیت باز مانده است. اخیرا محمد خان ایگاموف یک نفری که سال 2020 با ماشینش برای مهاجران در پاندمی بیکار مانده رسانیدن کمک‌های غذایی به مرکز تاجیکان یاری میرساند بازداشت شده در انتظار بررسی پرونده استردادش در سزای رقم 4 در ناحیه مدویدوفکای شهر مسکو نگاه داشته می شود. ادوکات شناخته شهرت قدرتوف که بعد استرداد عزت امون به مرکز تاجیکان مسکو رهبری میکرد و سراب جهان یکی دیگری از یاران عزت امون نیز میگویند درباره استردادشان به تاجیکستان از منابع موثق معلومات گرفتند. چند نفر دیگری از آنهایی که با عزت امون در گذشته همکاری داشتند نیز در صحبت با بامداد از دورنمای تیره سرنوشت خود شکوه کردند و گفتند که به ملاحظه های بیخطری حال خود را پنهان کردند و راههای از روسیه برآمدن و پناه بردن به کشورهای امتر را میجویند.